الف مو باستفاده میبرید؟ بهترین. اگر نمیگفتید نمیدونم، ما میگفتیم خب بس. برای چی نام بانک رو الف گذاشتید؟ مثل الف راست بودن، راست قو بودن، راست گو بودن، راست کار بودن. همین الف بانک یا غیرت نکرد که قلینگ زنگیر رو با طریق الف بانک نگرفتین؟ از همون قصه ها یک تاش رو شما نقل کنید. دست برداشتن گفتن خوب ما از این بازار میرویم. دپازیت و کردیت شما چی گفتنی هستید؟ چون که مردم میگن که کردیت گرفتن جایز نیست. قهرمان های واقعی برای تاجیکستان مهاجرانمون هستند. نفرانی خیلی مهنت دوست، نفرانی خیلی دلیر، پرشجاع. السلام علیکم پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. در برنامه ما امروز حضور دارند راهبر الف بانک یعنی الف سرمایه محترم عبدالله قربانوف. خوش آمدید میگیم شما را. اولا خواهش میکنیم که اوید به دوران دانشجویی یعنی در کجا تحصیل کرده اید کمی صحبت میکردید. مهاجران عزیز، اگر شما خواهش گذشتن گرانیتسا را دارید، نمیدونید که به کی روید و به راحت به باوری روید، اکای عبدالکریم در خدمتتون است. با اکای عبدالکریم ما یک سال است که سرحد قزاقستان و روسیه را رکلام میکنیم و با ماشین های خود به باوری میبرند میارند و یگان کس هم شکایت کردگی نیستند. برای دکمنت، برای کدامی که به تاجیکستان سفر دارد میخواهد که به ماشین میده رود یاردم میکنند، حتما نمره‌اش بنویسین، نمره که در روی اکران است. حاضر از نام کانال ما گپ زنید، بس شما جاتون تیار میکند و البته که سکیتم میکند. اکای عبدالکریم همیشه در خدمتتون است. زنگ بزنید. مایلش مکتب رو همینجا خوندم. بعد از مکتب با ترکیه اول برای معلم شدن رفتم، یعنی که من میخواستم معلم شوم، کسب معلمی، معلم شیمی، معلم متماتیکا. از یک تاش به دیگرش گذاشتم. بعد اون هم دیدم که وای است بعد به فن منیجمنت یعنی که اداره کنی صاحبکاری با اون گذاشتم. فراموش کردم پیش از همه اونجا بود دانشگاه طبی با هم یک هفته خونده بودم. اول دکتر شدنی بودم. خلاص خیلی خودم جستجو کردم. بعد خلاص در نهایت مالیه در ساحه صاحبکاری فکر میکنم خودم یافتم و در برای ماجستراتورا بعد خداوند نصیب کرد با استیپندیای پورا با دانشگاه لندن سکول اف اکونومیکس، مکتب اقتصادی و سیاسی لندن در ساحه مالیه ماجستراتورا کردم. بعد از ختم دانشجوی تاجیکستان آمده. بعد از ختم ماجستراتورا یک چند سال در خارج کار کردم. دانشگاه، ماجستراتورا، بعداً چند سالی کار در جاهای گوناگون. در روسیه یک 6 ماه کار کردم. در خود لندن یک چند سال کار کردم و بعد از اون با یک سال در اولانباتر پایتخت منگولیا کانی طلا داشتیم، کانی انگیش داشتیم، کانی میس داشتیم و مبلغ گذاری میکردیم. در همون هم یک سال کار کردم و بعد از اون به تاجیکستان برگشتم سال 2012. در الف بانک چند نفر کارگر دارید و آنها را چگونه قبول میکنید به کار؟ ما در الف در عموم گیریم، اگر که الف در عموم نه تنها الف بانک است، الف در عموم این الف بانک در تاجیکستان، در ازبکستان الف مالیه، الف تکنولوژی ها، ما تقریبا 700 نفر خود امروز فعالیت میکنن، کار میکنن و طوری که به کار قبول کردن آنها را بیشتر کوتاه قید کردم، میتونم زیادتر رسانم. با فکرم که یکی از مشکل ترین جای ها برای وارد شدن به کار الف است. گفتم میشنوم از بسیاری ها آنلاین یک چند مرحله هست، یعنی که آنلاین در اومده در سامانه جاب الف تج سپاریدن لازم، بعدا امتحانا را به شکل آنلاین امتحانا سپاریدن لازم گذاشتن لازم، بعد از آن ملاقات ها هستند و در اکثریت ملاقات ها از پیش خودم اشتراک میکردم، حاضر هم اشتراک میکنم در ملاقات هایی که به سمت های معین داخل دارند و در اون یک 3-4 مرحله ملاقات ها هم هستند. بعدا وقتی به کار همراه میشوند هم یک 3 ماه دیگر مهلت سنجشی است و علاوه بعد از اون پوره هم کار، هم درد، هم نیت، هم مقصد الف میشوند. و زیاده از اون به موضوع چپرتر اگر روم، نه تنها برای من، برای اکثریت این نفرایی که در الف شما امروز دیدید و میبینید و میشنوید، الف کار نیست. الف خیلی زیادتر از آن است. هر یک نفر که اینجا مهنت میکند الف از صاحبی میکند، هم معنوی، هم مادی، هم مالیوی. الف امروز در تاجیکستان یگانه تشکیلات است
که با تمامی نفرانی که در اینجا مهنت میکنند امکانیتی سهام اکسیونر صاحب کارخانه شدن رو میدهد. ماه فوریه همین سال و ما از یک که پیشتر ما تقریبا 16 سهام بودیم، باز 100 نفر دیگر از زمره همکارانمون همراه شد. از تقریبا 116 سهام دارد الف. امروز وقتی به همه این نفرانی که در الف هستند نگاه میکنیم، هر یک حکایه هست، هر یک قصه هست. در پس هر یک نفری که در الف امروز جمع شده است قریب 700 نفر، هر یک قصهش الهام بخشنده است. میتوانید از همون قصه ها یک تایش رو شما نقل کنید؟ خب من شما قصه جانی بیک نقل کنم. یک 10-12 سال پیش جانی بیک نو مکتب تمام میکند و برای بردن روزگار زندگی عائله‌شان، مادرش، خواهرش، دادرش مجبور میشد به روسیه برای کار سفر کند. به مثل هزارها نفر، صدها هزار نفر از تاجیکستان اون کس به سیبیر میرن. یکی از خنک‌ترین منطقه‌های روسیه در کارهای گوناگون، در ساختمان، پاسبانی، در تازه کردن برف مشغول هستند و هر چقدر که مبلغ جمع آورده میتوانند در مثال یک مرتبه در یک ماه به خانه روان میکنند و هر دفعه همین یک به هر حال خودش هم یک کاری آسان نیست. از خانه برآمده تو رفته رسیدن تو یک مثلا همون بانک شاید اونقدر راه بخطر هم نیست، در اونجا نوبت ایستادن، مبلغ روان کردن، کار بسیار است، مشقت زیاد است. البته هر یک نفری که در مهاجرت است مشکل‌های مهاجر رو خوب میفهمد. یک چیزی شاید فرق کننده در جانی بیک اون کس یک آرزوی دارند که برنامه‌ساز شوند. در جوانیشان فیلم هنری دیدن با برنامه‌سازان و همون نقش خیلی معقولشون شده است و وقتی کمتر مبلغ جمع می‌آورند یکم چیزی که برای خودشون می‌خرند یک لپتاپ است و به قول خودشون یکم چیز که اون کس جستجو میکنن در اینترنت پیوست میکنن، گوگل می‌دارن و می‌نویسن как стать программистом، چطور برنامه‌ساز شوم. از همون روز این جانب هر روز بعد از کار، بعد از روز مشکل میآیند میشنن باز 1 ساعت 2 ساعت دیگر برنامه‌سازی میخونند. دورای میشود خیلی مشکل است، معلم ندارند، در بر یگان منتور ندارند، یگان برادر ندارند که گوید که یگان نفری که تجربه داشته باشد گوید میتوانی جانی بیک خوندن گیر من این برنامه را خوان، بعد از این خوندن وای خوان، یا که یگان سوال را جواب دهد. یگان نفر ندارند در برشان که دستگیری کرده است، موتیواسیون داده است، الهام بخشیده است. برای بعضن رو افتاده میشوند، میگن مثلا من معلومات عالی ندارم، مثل طوری که اکثریت شاید فکر میکنند میپرتوید و میراد، باز مثلا انا رو افتاده میشن و بعضا در چنین حالت‌ها خیلی باز از پس کار اما همون آرزویشون خاطررسان میکنند، باز برمیگرداند برای همون میز و باز میشینند، باز برنامه‌سازی میخونند. همین خیلی آهسته آهسته روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها میگذرد. قریب 10 سال میگذرد علی اکبر، میفهمید؟ یک خیلی وقتی طولانی و وقتی جانی بیک نهایت برمیگردن به تاجیکستان، علاقه 27 ساله هستند. بعد از چندین سال نهایت سال 2017 ما با جانی بیک روبرو شدیم. در نزدمون یک نفری بود که علاقه به قبل 1 سال خورده بر این مینماید، معلوم که خیلی مشکلی ها از پس سر کرده است، دیپلم ندارد، معلومات عالی ندارد، سرتیفیکات ندارد، شوخی تازه را شوخی میکنه، موی سر ندارد و اما در همون چشمانش، در نیتهایش، در آن مهنت دوستیش همون چیزا حس میشد. در عمل علاقه اون معلوم که خودش به خودش برنامه‌سازی آموزنده است، به خودش علاقه حتی زبان انگلیسی را آموزنده است، خیلی خوب آموزنده است. و ما با جان و دل جانی بیک رو همچون برنامه‌ساز به الف گرفتیم و اون کس هم به آرزویشون رسیدن، نهایت برنامه‌ساز شده کار میکنه. حاضر در شما کار میکنن؟ حاضر، بله، و یکی از بهترین برنامه‌سازانی الف هم شدند. و باز یک چیز دیگر میدونید نقد کنم علی اکبر، الف مو به استفاده میبرید؟ بله. بهترین، اگر نمیگفتید نمیدونم، ما میگفتیم خب بس. نه هست. همون الف مو بی که امروز با راه آسانی انتقال مبلغ از روسیه به تاجیکستان، زندگی امیدوارم
даҳҳо ҳазор ва оянда садҳо ҳазор нафарро имрӯз сабук карда истад, оянда боз сабуктар мекунад, ки ва имрӯз дар ҳамон алифмоби садҳо яъне 100 чанд нафар кор мекунад, аз барномасозон то муҳосибон то маркетинг то нафароне ки бо шарикон кор мекунанд. аммо якум мисраъҳои коди алифмобиро ҳамон ҷонибек навишта буданд. ҳамон нафаре ки худашон ҳамон азоби зиндагӣ, азоби бегонагӣ, азоби ғарибӣ, азоби ҳар як дафъа то ягон ҷо рафтан ҳам маблағ равон кардану комиссияҳои зиёду гум кардани фарқият дар қурби асъору ҳама ҳамин чизро аз паси худ диданду эҳсос карданд. барои сабуктар кардани ҳамин мушкилӣ имрӯз яке аз нафарони калидӣ ҳастанд дар навиштани алифмобӣ. беҳтарин, ташаккури зиёд ака. агар махфӣ набошад шумораи муштариёнатонро мегуфтед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.